اما در اینجا مؤلف سپس میگه فلما استقر بالمدینه، هنگامی که رسول الله صلی در مدینه استقرار قرار گرفتن، که از مکه به مدینه منوره پیامبر هجرت کردن، مقیم مدینه منوره شدن، در آنجا آرام گرفتن صلی الله علیه و سلم، او میره به بقیت شرایع اسلام امر کرده شد. یعنی الله او را امر کرد بر بقیه شریعت های اسلام بعد از نماز. یعنی که او صلی الله علیه و سلم با همراهی صحابگان کرام برای اجرای باقی ماندن شریعت اسلام مکلف گردید. بر او امر کرده شد تا آنچه که از شریعت باقی مانده است از قانون های اسلام اجرا کرده شود. و اینجا امر کننده این الله سبحانه و تعالی است. یعنی بعد هجرت، بعد مرحله تکامل و گسترش شریعت، آغاز شدن چی است؟ این اولین پایه‌گذاری های ارکان های دیگر بعد نماز، زکات، روزه، حج، جهاد، اذان، امر بر معروف، نهی از منکر. مؤلف همین را با ترتیب ذکر می‌نماید. بارک الله فیکم. و اذان پهن دعوت نماز، دعوت به سوی نماز که شروع میشد با تکبیر الله اکبر گفتن، الله را بزرگ شمردن، سپس به سوی نماز دعوت کردن مردم که آغاز نماز است، به سوی نماز بیش دوباره که نماز شروع می شود. این نجات فلاح شماست. و همچنین پیامبر در این مدینه منوره فرمان داده شد بر امر بر معروف، یعنی دعوت کردن به سوی نیکی. معروف ضد منکر است، یعنی دعوت به سوی ایمان به الله و رسولش و عمل کردن به شریعت او که با تدریج نازل شدند. و امام طبری می‌فرماید که معنای اصلی معروف، امر بر معروف میگوییم هر عمل زیبا و پسندیده است که طبیعت و عقل آن را خوب میشمارد و میپسندد. و نهی از منکر یعنی بازداشتن مردم از کارهای ناپسند که برعکس معروف است، یعنی بازداشتن مردم از شرک و انکار کردن این شرک، کفر و بدعت و ضلالت ها. امر بر معروف کردن، نهی از منکر کردن، بازداشتن مردم از شرک، از کفر، از ضلالت، از گناه و معصیت، از بدعت. سپس تمام شریعت های اسلام آیسته در مدینه منوره نازل شدن گرفت. و در مکه دعوت پیامبر 13 سال بود، در مدینه منوره 10 سال در مدینه منوره زندگی کرد. تمام شریعت کامل شد. سپس صلی الله علیه و سلم روز دوشنبه مشهور به ربیع الاول، ماه ربیع الاول، روز 12 ربیع الاول وفات کردند. و در مکه دعوت به سوی توحید بود، تنها توحید، لا اله الا الله. و در مدینه باشد بیان تمام شریعت هایی که باقی عملی از عبادت و اخلاق نازل شد آنها را به مردم رسانید. و مؤلف میگوید که و دینش و هذا دینه، و این دین پیامبر است و دینش باقی مانده، یعنی دین اسلام حفظ شده است و دین او صلی الله علیه و هنوز هم وجود دارد که ما الحمدلله مسلمان هستیم و تلاش می‌نماییم با سوی دین او صلی الله علیه و دعوت نماییم، نه با سوی هیچ ادیان دیگری. و دین او صلی الله علیه و همان وحی الهی است، قرآن و سنت است، نه چیز دیگری. و این دین تا روز قیامت باقی میماند، چرا که الله سبحانه و تعالی این دین را با واسطه وحی حفظ کرد. و رسول الله صلی الله علیه و در حدیث فرمود که من در میان شما چیزی را گذاشتم که اگر به آن چسبید هیچگاه گمراه نمیشوید. گفتن کتاب الله و سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم. این از دین او صلی الله علیه و سلم، یعنی همه آن چیزی که بر رسول صلی الله علیه و نازل شد و هر آن چیزی که رسول الله بر ما بیان کردن با احادیث صحیح. و هیچ خیر و نیکی و نعمت حقیقی نیست مگر اینکه او صلی الله علیه و بر امتش رسانید، بر امتش تعلیم داد، راهنمایی کرد. و هیچ شر و بدی نیست مگر اینکه رسول الله صلی الله علیه و از امتش آن را هشدار داد و آنها را برحذر کرد. و نیکوترین خیری که امتش را به سوی آن راهنمایی کرد این توحید بود. و هر چی که الله دوست می‌دارد و از آن راضی می‌شود. و الله با این توحید، با این سنت، با این پیامبر مردم را راضی کنانید. همه عبادت و اعمال نیک، قانون‌های زیبای دین الله و اخلاق و عمل‌های نیک که الله آن را دوست می‌دارد ما باید اجرا نماییم. و هیچ بدی باقی نماند مگر اینکه رسول الله ما را از آن هشدار داد. و بزرگترین آنچه که ما را رسول الله از آن هشدار داد این شرک بود، شرک کردن به الله. در عبادت الله کسی را خواندن، دعا و کمک، مدد، یاری، توکل، رجوع به سوی او، هر چیز را از برای الله قرار دادن، نه از برای غیرش. و رسول الله صلی الله علیه و در مکه توحید را پایه گذاشت، در مدینه شریعت را کامل کرد و بر ما و شما قرآن و سنت را ترک نمود و این تا روز قیامت باقی میماند. اگر هر کسی که بر این قرآن و سنت روی آورد به آن چنگ زد نجات یافت و هر کسی که از این قرآن و سنت روی گردان وی هلاک شد. پس این پارچه، این سخنان در حقیقت جنبست رسالت پیامبر صلی الله علیه و حقیقت دین اسلام در بر میگیرد. شخصیت رسول الله صلی الله علیه و سلم و اهمیت دعوت او را روشن میکند و بیان مینماید که حقیقت دعوت او این توحید بود. برای همین مؤلف فرمود که ها و هذا دینه، و یعنی این دین اوست، همان چیزی که تمام رساله بیان شد از بالا،
هر چه که خیر بود امت رو بر آن راهنمایی کرد و هر چه که شر بود امت را از آن باز داشت و آن خیری که امت رو به سوی آن راهنمایی کرد اساس آن توحید و اخلاص در عبادت بود و تمام چیزهایی که الله دوست می‌دارد و به سوی آن ما را الله سبحانه و تعالی راهنمایی کرد. تمام نوع‌های عبادت، نماز، روزه، حج، زکات، دعا، ذکر، نیکی و پدر مادر، همسایگان، هر چیزی که هست الله بر ما در کتابش ذکر کرد و هر شری که در روی زمین قرار دارد الله ما را از آن دور ساخت که اساس تمام بدیها این شرک است، شرک کردن به الله و همه آن عملهایی که مخالف دستورات الله است و مخالف دستورات رسول الله صلی الله علیه و سلم است، همه این شر است، بدی است. پس آن پروردگار حکیم دانا و پرشکوه الله عز و جل ما را به سوی این کتاب راهنمایی کرد و واسه این پیامبران و پیامبر ما را امر نمود که از این کتاب پیروی نماییم و الله ما را امر نمود که از این پیامبر پیروی نماییم. پس اگر کسی پیروی نمود هدایت نمود، اگر کسی که سرکشی کرد گمراه و ضلالت را اختیار نمود. و این دعوت نه تنها برای عرب بود این دعوت برای تمام عرب و غیر عرب بود، برای تمام بشریت بود، حتی برای جن ها هم این دعوت فراگیر بود و تمام اهل علم به این اتفاق دارند. و الله میفرماید قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا، بگو ای پیامبر، ای مردم، من رسول الله به سوی همه شما هستم. این آیت عموم است، به سوی تمام انس و جن، به سوی تمام انسانیت، چی عرب چی غیر عرب. یا ناس، در ناس کلمه ناس عمومی است، همه انسان در بر میگیرد، همه مؤمنان و کافران و فاسقان و فاجران، عرب و عجم، هر کی داخل می شود. و حدیثی که ابی هریره روایت می‌نمایند والذی نفس محمد بیده، قسم به نام آن ذاتی که نفس محمد در دست اوست، لا یسمع بی احد من هذه امه، هیچ کسی از این امت نمیشنود مرا، چی یهودی باشد چی نصرانی باشد، ثم یموت، پس میمیرد، و لم یؤمن بالذی ارسل به، و ایمان نمی آورد به آنچه بر من فرستاده شد، بر من روان کرده شد، الا کان من اهل اصحاب النار، مگر اینکه از اهل جهنم قرار میگیرد. هر کسی که به این رساله ایمان آورد وای نجات یافت، هر کسی که این رساله را تکذیب کرد وای هلاک شد. عامله ابی یوسف. و این حدیث رسول صلی الله علیه و سلم روشن برهان قاطع است، میفهماند که هر شخص، ها یهودی، ها نصرانی، ها هر کی باشد، اگر به این رساله پیامبر ایمان نآورد وای از اهل جهنم است، هر کسی این رساله پیامبر را نپذیرفت، هر کسی به این رساله پیامبر ایمان نآورد، پس وای از اهل جهنم قرار میگیرد. رسول الله دینش را کامل کرد، هر خیر را برای ما نشان داد و از هر شر ما را باز داشت. اساس خوبی ها توحید و عبادت الله است، اساس بدی ها شرک و معصیت و بدعت هاست. و رسول الله برای همگان فرستاده شد، برای جن و انس، برای عرب و عجم، غیر عرب. و اتفاق اهل علم بر این است، برای هر کس فرمان الله و فرمان رسول الله فرض است و قرآن و حدیث دلیل گواه روشن بر این هستند. پس هر کسی حقیقت قرآن را رد کند، آیه از آن را رد نماید و هر کسی سنت پیامبر این کار را رد نماید، و از جمله مسلمانان قرار نمیگیرد، از اهل آتش قرار میگیرد. پس دین اسلام باقی است، کتاب و سنت تا روز قیامت، و آن را هیچ کس حق انکار کردن نداره. هر کس انکار کرد از اسلام خارج شد. و رسول الله همه خیرها را برای ما نشان داد، توحید، سنت، عدالت، اخلاق، عبادت، محبت، هر چی که الله دوست می‌دارد. و او از تمام شر ما را منع کرد، شرک، کفر، فساد، بدعت، فسق و فجور، هر چیزی که الله بد می‌بیند. و این رسول الله برای تمام مردم فرستاده شد. پس این رساله تا نزدیکی قیام قیامت باقی خواهد ماند. بارک الله فیکم.